شرافت محمد انبرو رهبری پیشین کنسولی ملی اسماعیلیون تاجیکستان را 2 روز به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و از او درباره فعالیت سازمان آقاخان در تاجیکستان پرسیدند. در این باره خود شرافت محمد انبرو که حالا در نزد پیوندانش در خاروق است بر رادیو آزادی صحبت کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد وابسته به نتیجه این بازپرسی با خانم محمد انبرو هم صحبت شد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، مسئله اساسی که سبب دعوت به بازپرسی شده است چی بوده است؟ بله، مسئله اصلی این سند عهدنامه یا خود سازشنامه فعالیت و همکاری سازمان آقاخان با تاجیکستان بوده و شرایط فعالیت قانونی آن در تاجیکستان بوده است. خانم محمد انبرو گفت مقامات امنیتی معامله خوب داشتند و با احترامانه سوال جواب میکردند. و گفت که از سال 1993 به این طرف در مسئولیت‌های گوناگون سازمان آقاخان فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان آقاخان در تاجیکستان او را دعوت کردند. خانم محمد انبرو همچنین گفت که یک عده سالهای دیگر در رابطه با ساکنان بدخشان بود که در ناآرامی‌های اخیر در حبس هستند. یعنی کدام از آنها را میشناسد، کدامشان را نمیشناسد. معلوم است که فعلا تعدادی از اعضای گروه 44 و حدودی 90 نفر از ساکنان روشان و افراد دیگری فعال بدخشان در محبس قرار دارند. محمد انبرو در پاسخ گفت که در میان پرونده های آنها تنها یک نفر منوچهر خالق نظرف را شناخته است که همسایه‌شان بوده است و با والدان آنها در دانشگاه در یک وقت تحصیل داشته است. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر، عضو ائتلاف ضد شکنجه و عضو کمیسیون 44 بود که در مهمه بازداشت شده بود. خانم گفت چند روزه که در خاروق است و با مردم صحبت کرده است، همه در ترس و تعلق هستند و اگر میگن فرزند همدیش را امروز بازداشت کرده و مجازات کردند، روز دیگر به فرزند او چنین اتفاق خواهد افتاد. ضمناً میرزانبی، همین حال و خبر دسترسی ما شد که مقصود غیاسف، یک فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال در شهر مسکو زندگی داشت بازداشت شده است. شما که حادثه های بدخشان را پیگیری کرده، در این باره هم تفصیلات پیدا شد؟ بله مومین، بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند مقامات قدرتی تاجیکستان یک روی خطی را در دست دارند که بر اساس آن تلاش میکنند 10 نفر افراد فعال مدنی بدخشان که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند بازداشت کنند. بنا به این خبر فعلا در روسیه یک گروه کاری 13 نفری وزارت امور داخله در مسکو قرار دارد، هرچند خودی مقامات در این باره حرفی نمیزنند. قبل از بازداشت شدن بلاگر غیاسف 29 ایول آرز و رمزی وزیربیکوف ها 2 فعال زاده بدخشان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شده بودند و یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شده بود، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند. اما پیوندان آرز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند آنها نیتی به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه‌سازی است. و طور سازمان‌های بین المللی حقوق بشر میگویند به مراجعت‌های آنها مقامات حکومت تاجیکستان پاسخ نمی‌دهد. از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران SPG از مقامات تاجیکستان خواسته است الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کنند. پرزیدنت همین سازمان جاد گینزبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آگوست امسال نشر شد گفته است مقامات آنها را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند. تشکر میرزانبی.